برادران و کسا سلام علیکم. همه یک موضوع دارم. مرا چند ماه شید پرسیده سبودین، انا جواب نمیدادم. من نمیدونم شما را چی بها میدادین اکا در موضوع رالیک. میگفتن که اکاش بودید و درد بود، چی بود، یا بار گپ نمیزنی یا بار نمیپرسیش، خبرش نمیگیری. مثلا من همین چیزا را جواب نمیدادم، خواب میکردم. برای نمی روزا که مقصد ایختش پرسین. سلام علیکم برادرو. برادران خوبه؟ مقصد خطایی کردیم، جزام را گرفتیم، با قانونی با برآمدیم. همه مردم تاجیکستان همه مقاماتو بخشش میپرسم. ما مزم نبود، شروع که خوبم و دلشی هم اسپرید میکنم، اسلام میکنم خطایی من همه تا دوست میدارم. کدام را خفه کرده باشم عذر میپرسم. به هر میندارم من آدمایی که دستگیری میکردن و خصوصا همه کرم و دیگه برادران پرزیدنت چی با مطرح نمی اومدم خبرگیری اکوش دیدن که بعد مونند دیدن میگن اکا اینا ما خودم میدونم و مدرم الله تعالی ما در همین بوره 24 ساعت برام بود میاد خطا نمیکنیم. زنده باشه خدا نمتن. گبان رمضان برای راست مزاج نبود، ساس یک ساعت فویز شدک جزاش گرفت برآمد. اینا الحمدلله همه قوی دویه کار برا سر میکنه. ان شاء الله رپوی نما انتظار باشین. زنده باشین.